من به هیچ قیمتی حاضر نیستم که این آزادی که دارم رو از دست بدم به هر دلیلی که میخواد باشه. نجات وطن با تماشا کردن و آسوده بودن از دور نمیاد. گاهی بعضیا فکر میکنن یعنی بازگشت به گذشته، ولی آیا کسی که حاضر نیست برای عده مردم ساده‌ای که روش حساب باز کردن حتی ذره از جون و مال و یا امنیت خودش رو خرج کنه واقعا لیاقت داره برای اون مردم تصمیم بگیره؟ کسی که از دور ایستاده آسوده و بی خطر و تنها وقتی قدم جلو میذاره که همه چی براش امن و آماده است. این یعنی حاکم شدن، نه برای خدمت بلکه برای منفعت. ما مردم ایران دیگه اون نسل ساده دلی نیستیم که دلخوش باشیم به اسمها و سایه ها. کسی که امروز نمیتونه در کنار مردمش بیسته فردا هم کنارمون نخواهد موند. کسی که جون خودش و خانواده‌اش رو از جون مردم عزیزتر میدونه حق نداره برای مردم تاج و تخت بخواد. ایران به مردمی نیاز داره که در دل سختی کنارشن، نه به اسمی که فقط وقت امن بودن برمیگرده. میخوام بگم همین خودتو اگه برگردیم به گذشته میری سر کار دولتی تو شهر نو، این آدمی که داری میگی جون مالشو چرا برا ما نمیذاره، این آدم پدر بزرگ شماها رو از تو تریاک و شپش و انسان خوری نجات داد. پدر شما رو رسوند به انسانیت. آره حالا خودش بیاد جون خودش و خونوادش و بعد شما بیچش رو روحا کنه. بیا آره هشتم برات رو سنگ پن که خوری نکن. شما پادشاهی نمیخواید، شما امامه میخواید یه آدمایی باشن که بچگی چونتون بذارن، همونطوری که شوهره چون تا کست گشاده چونه با جناقش میذاره، مگه نه؟ از طرف مردم ایرانم گوه نخور گامبو.